که خیلی ما میگوییم تصوف باشد، یعنی که اهل طریقت باشد. در این حالت ما برای که خطا نکنیم و کسانی رو که مثلا قابلیتی در حقیقت حساسیت بلند دارند، اکستراسنسوری یا که به زبانی مثلا تاجیکی ما محسنی دارند، آنها رو ما از بین نبریم و به هر حال آنها با شکل‌های دیگر هم میبرند، ولی باید آنها رو ما گرفته تربیت کنیم، دانش معاصر حاضر زمان دهیم و بگذار در آنجا هم دین شناس باشد که آنها قانونی دین رو ویران نکنند، هم روانشناس باشد که روانی مردم ضرر نرسانند، هم مثلا قانون شناس باشد که قانون رو بداند و آنها به دولت انداز سپارند و از آنجا شاگردای برارند که آن رو به سطح جهانی برداریم که ما به نزدیکی در برنامه بیت و اکستراسنسور جنجال اکستراسنسور دیدیم که تاجیک از ولایت سوخت توانست که صاحب جای یکم شود. دین معین کرده است که سحر ضرر داره. تا به حال ما ندیدیم، من نمیدونم که جادوگره یا که ساحره، حتی همون متاسفانه سحر با نوعهای گوناگون سری هر چند مدت رو میزند. یکی میبینی در یک لحظه حکیم یا طبیب میشود، یکی میبینی در یک لحظه یا پیشگویی میکند در ساحه‌های گوناگون. چی باید کرد؟ خوب نه، ببین فرهنگ جامعه ما، چرا شما گفتین که این ظاهر خوب، مثلا چی میگم، تجارت جنس یا اینکه تجارت مواد نشآور، این پیداها در جامعه خواهی نخواهی وجود دارد. ما باید پیشگیری کنیم، نه اینکه اینها رو به تنظیم دراریم و در جامعه آزادانه فعالیت کرده تواند. اگر ما اونها اجازه بیابند که آزادانه فعالیت کنند، یک چیزی مقرری می شود. هر کسی کی ضمانت میدهد که اون جامعه ما رو خراب و فلج کرده نمیتونه؟ کی؟ ببین ضرر اجتماعی که فالبین یا ساحر میرسونه، یک ضرر عادی، یک زن پیش فالبین میرود، حتما فالبین با اون میگه که تو رو کسی جادو کرده است یا سحر کرده است. حتما یا چی میگم خواهری شوهرش رو پیش رو میورد یا مادر عروسش رو پیش رو میورد و این بیچاره یک عمر نسبت نفر دیگر بدگمان و در فکری بد که فلانی در دشمنی من است و ورزیدی من است، نزاع بیشتر میشه. یا این جادو رو میگیرد به سر وای برمیگردونه، جادو رو به سر وای برمیگردونه. البته پیشگیری کردن لازم این چیزها رو و برای این سطح متخصصان رو زیاد کردن، در کار سطح دانش متخصصان، روانشناسان در نوبت اول، آموزگاران، طبیبان و البته امروزها در هر یک ساحه حیاتی ما باید روانشناسان، پسیخولوژها فعالیت کنند، متخصصان درجه خوب که تا که مورد پیدا شدن مشکلات هر یک شخص امکانیت به روانشناس یا که به رواندرمان امکانیت داشته باشد. واقعا امروز هم روانشناسی، هم مثلا پسیخوتراپی و هم روحشناس ها کمک میکنند. امروز بینید جهان دموکراتی همون فضیلتش در چیه؟ که هر کس همون قابلیتی که دارد، مثلا قابلیت اکستراسنسی دارد، چرا نه مرامت کشاید وابسته به همون خدمتش یک ماهانه گیرد، یعنی با فکر ما ضرر نداره. بله. اگر این علم اگر زیر نظارت نباشد، با این علم ممکن است ضرر رساندن حالت روانی مردم رو با تمام علم ها. مثلا امروز سیستم کردن یا تنظیم در آوردن البته علم است. همون ما میتونیم از اون جریان الکتریک حاصل کنیم یا گیریم تمام جهان خراب کنیم. خب نزدیکتر بر واقعیت امروزه جامعه تاجیک، مشکلی این است که امروز قشر زیادی از جامعه امروزه تاجیک پابند خرافات است. خرافات در اعتقاد، خرافات در رسم و آیین، خرافات در عنعنه ها، خرافات حتی متاسفانه در بعض نمود عبادت ها یا که دینگرایی، گرایش. البته ما مسلمانیم، اعتقاد به علم غیب، به عالم غیب جزئی از اعتقادی ماست. اما دین واضح و روشن گفته است که عالم غیب را به جز خداوند کسی نمیداند و کسی که دعوای دانستن علم غیب میکند، خواه وی فالبین باشد، خواه وی ساحر باشد، خواه وی ملا باشد، این
از دایره ایمان و اسلام خارج است. бовар доштанд ва эътиқод бастанд хуб аст, лекин зиндагӣ борҳо исбот кардааст ки на ба ҳар кор ва на ба ҳар амал. танҳо инсофу имон доштан инсонро комил ва парҳезгор месозад. ташаккур, хуш омадед. дар ҳама давру замонҳо тазоди андешаҳо, хостаҳо, манфиатҳо, фатвову фармонҳо дар ҳошияи иҷтимоъ буданд, ҳастанд ва хоҳанд монд.